دوستان سلام. اسم من سامیاره. من 27 سالمه و دانشجوی رشته تاریخم. این داستانی که میخوام براتون بگم مال 8 سال پیشه. اون موقع من 19 سالم بود. راستی اینم بگم که من پدرم رو تو 6 سالگی از دست دادم و خودم از 14 سالگی هم کار میکردم و هم درس میخوندم و خرجی خواهرم و با مادرم رو میدادم. خواهرم اسمش سمیراست و 4 سال از من کوچکتره. مادرم هم اسمش خورشید بود و اونم تو این قضیه‌ای که برام پیش اومد مرد. خب دیگه بریم سراغ داستان. من اون موقع برای کنکور درس میخوندم و کار هم میکردم. کار من فروشندگی تو یک عتیقه فروشی قدیمی بود. صاحب کارم هم یه پیرمرد چاق و بد اخلاق بود با یه قیافه ترسناک. همیشه چشماش قرمز بود و دهنش بو میداد. یه بوی عجیب، انگار گوشت خام خورده باشه. همیشه به هم گیر میداد و به بهانه‌های مختلف منو کتک میزد. تو مغازه یک اتاق داشت که همیشه درشو قفل میکرد. بعضی شبا میرفت تو اتاق و درشو قفل میکرد. بعد از تو اتاق صداهای خنده و گریه و مثل خورناس کشیدن میومد. 1-2 ساعت که میگذشت میومد و چشماش قرمزتر بود و سعی میکرد قیافش رو به هم نشون نده و صداش هم تغییر میکرد و کلفتر میشد. دستاش رو نمیدیدم ولی به نظرم میرسید به جای 5 تا انگشت 4 تا داره و پاهاش هم مثل سم اسب بود، چون موقع راه رفتن صدای سم اسب میداد. من واقعا میترسیدم ازش. البته همیشه اینطور نبود. معمولاً 1-2 روز در ماه اینطوری میشد و تو اون مدت زیاد مغازه نمیومد. یه شب که صاحبکارم مغازه نیومده بود، یه نفر اومد تو مغازه. یه پالتوی داغون سیاه داشت با دستکش و کلاه لبه‌دار و عینک دودی. اومد تو، سلام کرد و گفتم بفرمایید. همینطوری یه چرخی تو مغازه زد. وقتی داشت راه میرفت متوجه شدم پاهای اونم صدای معمولی نمیده و صدای عجیبی میده. ترسیدم و با خودم فکرای عجیب غریب میکردم که نکنه این آدم نباشه یا جن باشه. دیدم بهم داره نگاه میکنه. یه لحظه نزدیک بود قلبم وایسته، چون خیلی با خشم منو نگاه میکرد. گفتم الانه که یک بلایی سرم بیاره. آروم آب دهانم و قورت دادم و گفتم ببخشید، امری داشتین؟ در خدمتم. بهم گفت اسم چیه پسر؟ گفتم سامیار. گفت چند وقت اینجا کار میکنی؟ گفتم 2 هفته است. از کار قبلیم تازه اومدم اینجا. بهم گفت چند سالته؟ گفتم 19. گفت صاحبکارت کجاست؟ گفتم نمیدونم، امروز نیومده. گفت تا کی کار میکنین؟ گفتم الان ساعت 9:30 تا 10 بازیم، معمولا بعدش میبندیم. ببخشید میشه امرتونو بگین؟ اون گفت پس یعنی الان تنهایی و کسی هم این اطراف نیست؟ اینم بگم که مغازه ما توی پاساژ قدیمی متروکه بود که تقریبا تمام مغازه‌هاش خالی بود و معمولا ما آخرین مغازه‌ای بودیم که میبستیم. من با اینکه ترسیده بودم بهش گفتم آره تنهام الان. یه دفعه دیدم شال گردنشو داد پایین که کلاهشو برداره. وای خدای من، یه صورت درازی داشت که پوستش کاملا سوخته بود. حتی موهاش هم سوخته بود. انگار از جهنم اومده بود. دندوناشو که دیدم حالت عادی نداشت. مثل دندونای حیوان وحشی بودن و تیز بودن. از اون ور مغازه یهو اومد این ور، توی چشم هم زدن. بعدش با دستاش که هنوز تو دستکش بود اومد گلومو گرفت و صورت وحشتناکشو آورد جلوم. انگار میخواست گلومو جر بده با دندوناش، ولی من چاقومو از جیبم در آوردم و تو پشتش فرو کردم. یه جیغ خیلی مهیبی کشید که موهای بدنم سیخ شد. بعد دیدم داره ازم دور میشه. منم همینطوری افتاده بودم رو زمین و هیچ کار نمیتونستم بکنم. اون همینطور ناله کنان داشت جیغ میکشید که یه دفعه چاقو رو از پشتش در آورد و به سمت من پرت کرد. من سریع سرمو کش کردم و بهم نخورد. چشامو بستم و همونجا افتادم و از حال رفتم. وقتی چشامو باز کردم دیدم از اون موجود عجیب و غریب خبری نیست و اون رفته بود. ترس
تموم وجودم رو گرفته بود. خیلی میترسیدم. سریع رفتم در مغازه رو بستم. وقتی در رو بستم دیدم یکی با خون نوشته بازم میبینمت سامیار. خیلی ترسیدم و سوار ماشین شدم و به سمت خونه رفتم. توی راه همش تو فکر اون بودم که چیه و با من چی کار داشته. همینطور تو جاده داشتم میرفتم. دو طرف جاده یه پارک جنگلی بود که درختای ترسناک بلندی داشت و همه جا تاریک بود. فقط نور چراغای ماشینم جلوی راهمو تا 10 متری روشن میکرد. همینطور داشتم سراسیمه گاز میدادم و میرفتم که یه دفعه شنیدم یه صدای جیغ دختر بچه میاد. تا اومدم ببینم از کجاست یهو به یه آدم زدم. سرعتم زیاد بود، تقریباً 100 تا میرفتم. خیلی بدجور بهش خوردم. گفتم حتما طرف مرده. رفتم پایین ببینم کیه. اینقدر شوک زده شده بودم که جریان توی مغازه یادم رفت. تمام بدنم توی اون هوای سرد عرق کرده بود. رفتم جلوی ماشین. فکر کردم یارو افتاده رو زمین. ولی وقتی جلوی ماشین رو دیدم اصلا خبری از اون نبود. دیگه کم مونده بود خودم رو خیس کنم. دعا می‌کردم همه اینا خواب باشه ولی نبود. رفتم سوار ماشین شدم و یکم سرم رو فرمون گذاشتم تا آروم بشم. یه دفعه متوجه یه صدا شدم. به خودم اومدم و سرم رو بلند کردم و صندلی عقب رو نگاه کردم. دیدم هیچی نیست. یه نفس عمیق کشیدم و دوباره راه افتادم. یه 5 دقیقه‌ای که رفتم دوباره همون صدا اومد. یه صدایی مثل کسی که از عصبانیت داره نفس میکشه. دوباره صندلی عقب رو نگاه کردم. بازم هیچی نبود. اعصابم خورد شده بود. برگشتم و یهو دیدم همون مرده که تو مغازه بود سرشو چسبونده بود به شیشه جلوی ماشین و با خشم بهم گفت دوباره میبینمت سامیار. یه داد بلند کشیدم. نزدیک بود سکته کنم و یه لحظه ناخودآگاه چشامو بستم و بعد که باز کردم دیدم دوباره یارو نیست. نمیدونم اون حس توهم بود یا واقعی بود. اون شب با هر بدبختی بود رفتم خونه. اینم بگم که مادرم و خواهرم توی روستا زندگی میکردن و منم مجبور بودم برای کار بیام تو شهرستان. با اینکه 19 سالم بود ولی دیگه واقعا مرد شده بودم و یه خونه مجردی اجاره کرده بودم. خونم یه واحد کوچیک 55 متری توی آپارتمان 6 واحدی توی محله قدیمی بود. ماشینو خاموش کردم و از ماشین پیاده شدم. از پله‌ها رفتم بالا. خونه من طبقه دوم بود. خواستم چراغ راه پله‌ها رو روشن کنم ولی طبق معمول سوخته بود و ساعت 12 رو به نصف شب بود و همه جا تاریک بود. چراغ قوه گوشیمو روشن کردم تا جلو پامو ببینم. رسیدم دم در خونم و کلیدو انداختم و در رو باز کردم و رفتم تو و در رو بستم و قفلش کردم. یه نفس عمیق کشیدم و گفتم دیگه غلط بکنم برم تو اون مغازه لعنتی. رفتم تو دستشویی که دست و صورتمو بشورم. تو آینه خودمو نگاه کردم. قیافم خیلی خراب شده بود. صورتمو شستم و همینطور که سرم خم بود حوله رو برداشتم و صورتمو خشک کردم. همینطور که صورتمو خشک می‌کردم دوباره یه صدایی شنیدم. مثل این که یه چیزی می‌نوشت. آروم حوله رو آوردم پایین. موهای تنم سیخ شد. دست و پام می‌لرزید. دوباره اون جمله رو به آینه دیدم که با خون نوشته بودن. بازم می‌بینمت سامیار. نمیدونم این موجودات چی بودن و با من چی کار داشتن. ولی واقعا داشتم می‌مردم از ترس. با هر بدبختی بود اون شب و گذروندم و خوابم بود. صبح بیدار شدم. ساعت 9:45 بود. تمام بدنم درد میکرد. سرما خورده بودم و سرمم درد میکرد. اصلا حالم خوب نبود و دائما به فکر اون موجود تو مغازه بودم و این که منظورش از اون جمله چیه و مگه چند نفرن که میخوان دوباره منو ببینن و با هم چی کار دارن. یه قهوه درست کردم و ریختم تو لیوان و اومدم تو اتاق و پشت کامپیوتر تا ببینم میشه یه چیزی درباره‌شون فهمید. یکم درباره مشخصات اون مرد سرچ کردم و یه اطلاعاتی دستگیرم شد. فهمیدم که اونا فقط شب میان بیرون و معمولاً روزها تو غارهای تاریک
یا خرابه ها یا خونه های قدیمی و حتی تو جنگل ها قایم میشن. چون به نور خورشید و روشنایی حساسن و نمیتونن بیرون بیان. ولی نفهمیدم که چی هستن، فقط فهمیدم که موجودات خبیثی هستن که قصد خوبی ندارن و باید مواظب خودم باشم. یادم افتاد که یکی از دوستام درباره جن و ارواح و موجودات ماوراءالطبیعه اطلاعات زیادی داره. گفتم شاید بتونه کمکم کنه. بهش زنگ زدم و گفتم بیا یه جایی که بتونیم با هم حرف بزنیم. ساعت 12 بود که دوستم اومد. سلام دانیال. سلام آقا سامیار. خوبی داداش؟ مرسی، شما چطوری؟ بد نیستم. منم بد نیستم. خب داداش. چه عجب یاد ما کردی. دانیال گوش کن، میخوام موضوعی رو بهت بگم، بین خودمون بمونه و فقط کمک کنی. خب؟ اوکی داداش. حالا چی کار داری؟ بگو ببینم. من دیروز تو مغازه بودم که یه دفعه هرچی دیشب اتفاق افتاد و برای دانیال توضیح دادم. دقیق و مو به مو. آخرش دانیال هم از ترس نمیتونست چیزی بگه. دانیال کجایی پسر؟ چی شدی؟ هیچی، یکم ترسیدم و رفتم تو فکر. خب حاجی، بالاخره نگفتی اینا چی بودن؟ میشناسیشون؟ آره فکر کنم. خب خبرای خوبی برات ندارم داداش. یعنی چی؟ یعنی این که اینا یکی از قبایل اجنن. اونی هم که شما دیدی پسر رئیس قبیله‌شون بوده. تا جایی که من میدونم رئیس قبیله‌شون از قدیم با دار و دستش میرفتن خانومای زیبا رو تحت نظر میگرفتن و بعدش اونا رو میدزدیدن و با خودشون میبردن پناهگاهشون و روحشون رو در میارن و برای زیبا شدن خودشون استفاده میکردن. 13 سال پیش تو یکی از همین مواقع رئیس قبیله با دار و دستش به یه خانواده 4 نفره حمله میکنن که زن خانواده رو بدزدن، چون زن جوان و زیبایی بوده. ولی پدر خانواده با انگشتری که داشته اونا رو از خودشون دور میکنه، چون اون انگشتر سنگی داشته که میگن از خورشید به زمین افتاده و خواص خورشید رو داره. خلاصه پدر خانواده همه جنها رو از بین میبره به غیر از رئیسشون. بعد مثل این که پدر و رئیس جنها با هم درگیر میشن و جن مرده رو داشته خفه میکرده، یه دفعه مادر خانواده میاد جن رو بزنه که جن زنه رو با دست میزنه. زنه میفته رو زمین و از حال میره. در همین لحظه مرد انگشتره رو میزنه تو چشمای جنه و جنه همینطور میسوزه و میسوزه تا همش خاکستر میشه. بعد از اون سال به بعد قبیله میخوان انتقامشون از باعث و بانی این کار بگیرن. من مونده بودم چی بگم. واقعا هنگ کرده بودم که اینا چه ربطی داره به من. بهش گفتم خب اینایی که گفتی چه ربطی داره به من؟ نمیدونم، ولی ممکنه که چی؟ ممکنه که دانیال حرف بزن. میگم ممکنه که چی؟ خب ممکنه اون خانواده شما باشن. یعنی چی؟ یعنی تو میگی پدر من رئیس اون جنها رو کشته و اونا الان میخوان با کشتن من و خانوادم از ما انتقام بگیرن. اینطور که بوش میاد آره رفیق. دانیال دستم به دامنت چیکار کنم؟ چطور از دستشون راحت شم؟ داداش من نمیدونم، خودت به فکر باش، دور منم خط بکش. من دیگه باهات کاری ندارم. از الان به بعد دوستیمون تمومه. چرا دانیال، مگه چی شده؟ دانیال منو تنها نذار رفیق. الان تو بیشتر به درد من میخوری. جان من نرو رفیق. شرمنده داداش، من نمیتونم به خاطر تو خودمو تو خطر بندازم. الان دنبال تو و خانوادتن. اگر من بهت کمک کنم منم بدبخت میکنن. شرمنده، کاری نداری؟ دانیال خواهش میکنم. نه داداش، الکی خواهش نکن. منو فراموش کن. ما دیگه همدیگه رو نمیشناسیم. فقط تنها کمکی میتونم در حقت بکنم اینه که اگه بتونی اون انگشتر باباتو پیدا کنی جونت در امانه. دیگه من باس برم، خداحافظ. دانیال تو رو خدا. ولی دیگه فایده نداشت. رفیق فابم به خاطر ترسش پشتمو خالی کرد. کسی که میگفت اگه جون بخوای برات میذارم.
الان سر همچین قضیه‌ای رفت و من تنها موندم و آینده‌ای که در انتظارمه. بعد از اینکه دانیال رفت افسرده و ناراحت در عین حال مضطرب برگشتم به خونه. هنوز ساعت 3:30 بود و خورشید غروب نکرده بود. هنوز واسه تصمیم گیری وقت داشتم فکر میکردم که چیکار کنم و چیکار نکنم که یک دفعه یاد حرف دانیال افتادم که گفت اگه بتونی اون انگشتر رو پیدا کنی در امان میمونی. ولی خب کجا باید دنبالش بگردم؟ یادم اومد که پدرم یک صندوقچه‌ای داشت که همیشه چیزای با ارزششو میذاشون تو، ولی اون صندوقچه تو خونه مادریم بود تو روستا. از خونه من تا روستا راه زیادی بود و الان هم ساعت 5 بعد از ظهر بود و 1 ساعت دیگه غروب میشد. به خاطر همین با خودم گفتم امشب رو تو خونه میمونم و فردا میرم روستا. الان دیگه ساعت مشیم 6:30 بعد از ظهر رو نشون میداد و تقریبا همه جا از نور نجات بخش خورشید خالی شده و تاریکی شب زیاد میشه و ترس منم داره زیاد و زیادتر میشه. برای اینکه خودم رو سرگرم کنم تلویزیون رو روشن کردم. برعکس همون موقع داشت فیلم ترسناک میذاشت. فیلم این بود که یک مرده سر قبر همسرش بود تو گورستان، اونم تو شب. بعد یه دفعه اسکلت‌ها از تو غرب در اومدن و به سمت مرده حرکت کردن. مرده هم همینطور داد زنان و با ترس فرار میکرد که یک دفعه افتاد رو زمین و چشمش به یه قبر بزرگ و قدیمی میفته. تا میخواد بلند بشه یه دست از تو قبر میاد و اونو میکشه داخل. دیگه نتونستم تلویزیون نگاه کنم. کلاً خاموشش کردم و بلند شدم و تو خونه دور خودم میچرخیدم و منتظر بودم یه اتفاق بیفته. همینطور در حال راه رفتن تو خونه بودم که یه صدایی از تو اتاقم اومد. یه بسم الله گفتم و رفتم تو اتاق. دیدم هیچ کس نیست ولی پنجره اتاق بازه. رفتم از پنجره پایین رو نگاه کردم. دیدم تاریکی محضه و بارونم میاد. پنجره رو بستم. تا برگشتم دیدم دوباره همون یاروی تو مغازه و یکی دیگه پشت سر منه. پسر رئیس اجنه دقیقاً چشم تو چشم من بود. ولی اون یکی دم در اتاق بود. قیافش آشنا بود. قد کوتاه، چاق، پیر. فکر کنم فهمیدین کیه. بگذریم. پسر رئیس گفت سلام سامیار. دهنش بوی گوشت خام میداد. انگار گوشت گندیده بود توی دهنش. چشماش هم قرمز بود و صورتش هم که به شدت سوخته بود و با همون دندونای نوک‌تیز و کثیف. من زبونم بند اومده بود. به هر حال خودم رو جمع کردم و جواب دادم سلام. خب دوباره همدیگر رو دیدیم. ببین آدمیزاد، پدر تو پدر منو کشت و خانواده شما مورد غضب گروه ما هستن و اگه تو رو پیدا کنن تو رو از بین میبرن. من هم همین قصد دارم اما تو چیزی داری که اگه به ما تقدیم کنی ما به تو کاری نداریم. گفتم من مگه چی دارم؟ اون یه خنده کریه کرد و دستشو که 4 تا انگشت با ناخنای بلند و چرکین داشت رو روی گلوم فشار داد. احساس کردم گلوم داره داغ میشه و آتیش میگیره. یکم دست و پا زدم تا ول کرد. دستمو به گلوم زدم دیدم داره ازش چرک و خون میاد بیرون. فهمیدم با بد کسی در افتادم. گفتم چی میخواین؟ گفت اون انگشتر. گفتم کدوم انگشتر؟ در مورد چی حرف میزنی؟ یه نعره وحشتناکی زد که خیلی ترسیدم. گفتم فهمیدم کدومو میگی ولی به خدا نمیدونم کجاست. اون گفت گوش کن آدمیزاد، تا شب 14 ماه وقت داری اون انگشتر رو برای ما بیاری. ما شب 14 ماه دوباره به خونت میایم. اگر انگشتر رو نداشته باشی روح تو از بدنت جدا میکنیم و اگه بخوای از انگشتر علیه ما استفاده کنی روح خانوادت هم میگیریم. گفتم ولی من واقعا نمیدونم اون انگشتر لعنتی کجاست. من حرفمو قطع کرد و گفت تا شب 14 ماه وقت داری و بعدش جیغی زد که احساس کردم سرم داره میترکه. در جا از حال رفتم. وقتی به حال اومدم دیدم هر دوتاشون رفتن. سرم به شدت درد میکرد. سرمو بلند کردم و دیدم رو دیوار بالای تختم عکس یک ماه کامل با خون کشیده شده که منظورش یعنی همون شب 14 ماه.
همینطور که گیج بودم رفتم تقویم رو نگاه کردم و دیدم امروز 23 برجه، یعنی 11 ماه. هنوز 3 شب وقت داشتم و خوشبختانه هنوز زندم. رفتم گلومو شستم و ضد عفونی کردم و بامپیچش کردم که عفونتی تر نشه. با خودم گفتم اینطوری با این موجودات نمیشه سازش کرد. اگر انگشتر رو پیدا کنم و بهش بدم هیچ تضمینی نیست که زندم بذارن. اگرم بهشون ندم معلوم نیست چند نفر میان دنبالم و یک نفر از پسشون بر نمیاد. با همه این فکرها یک نگاه به ساعت انداختم. ساعت 11:17 بود. رفتم چمدون لباسام و وسایلامو آماده کردم که صبح زود حرکت کنم به سمت روستا. بعد اینکه وسایلامو جمع کردم اومدم تو اتاق و ولو شدم رو تخت و از خستگی همونجا خوابم برد. صبح با صدای ساعت از خواب بیدار شدم. ساعت 7 صبح بود. سرگیجه داشتم و گلوم به شدت میسوخت و درد میکرد. رفتم باندشو تو دستشویی باز کردم. بهتر شده بود ولی هنوز چرک میداد. با سرم شستشو شستمش و با گاز استریل پاکش کردم و دوباره باندپیچیش کردم. رفتم تو آشپزخونه و یکم شیر با کیک برداشتم و خوردم. بعد رفتم چمدون رو برداشتم و در خونه رو قفل کردم و وارد ماشینم شدم. استارت زدم ولی ماشین روشن نمیشد. هرچی استارت زدم اصلا روشن نشد. رفتم پایین و کاپوت دادم بالا. دیدم یکی سیمای باتری رو کنده. اعصابم خورد شد. درهای ماشین بسته بود و کاپوت بالا بود و منم مشغول تعمیر بودم و سرم پایین بود. یه دفعه یه صدایی شنیدم مثل اینکه در ماشین باز بشه. ترسیدم و آروم سرم رو آوردم کنار ببینم چه خبره، ولی چیزی نبود. درها بسته بود و چیزی مشکوکی حس نمیشد. دوباره مشغول شدم و سیمای باتری رو وصل کردم و کاپوت رو بستم که یهو دیدم زیر پام خیسه. نگاه کردم دیدم زیر پام پر از خونه. قرمزی خون همه کفشامو گرفته بود. من قلبم داشت وای میستاد. رد خون رو دنبال کردم دیدم از صندوق عقب ماشینه. با ترس و اضطراب به سمت صندوق عقب رفتم. دستام میلرزید و پاهام شل شده بود. ضربان قلبم حدود 120 بار در دقیقه بود و داشت از بدنم کنده میشد. با دستای لرزون کلید انداختم که صندوق عقب رو باز کنم، ولی گیر کرده بود. عجیبه، هیچ وقت گیر نمیکرد. همینطور داشتم باهاش کلنجار میرفتم که یهو حس کردم یه سایه‌ای از پشتم رد شد. سریع رومو برگردوندم دیدم هیچ کس نیست. دوباره برگشتم تا صندوق عقب رو باز کنم که یهو دیدم درش بازه و سر یک نفر توشه. خوب معلوم نمیشد سر کیه، ولی انگار آشنا بود. آخه انگار صورتشو کرده بودن تو روغن داغ و چشماشو در آورده بودن، اونم به طرز فجیع. من مونده بودم و مغزم اصلاً کار نمیکرد. یکم خودم رو جمع جور کردم و یه پلاستیک برداشتم و با اون سر رو بلند کردم که یهو متوجه شدم یه چیزی تو دهانش گذاشتن. آروم دستمو کردم تو دهن یارو و اون شی رو در آوردم. یه چیزی مثل تیغه فلزی بود که روش نوشته بود این سزای کسیه که با یربو دشمنی کنه. یه لحظه قلبم وایستاد. با خودم گفتم یربو کیه اصلا؟ نکنه اینا باز کسایی دیگه باشن که دنبال منن. سر رو گذاشتم صندوق عقب و در ماشین رو قفل کردم و دوباره رفتم تو خونه پای سیستم. تو اینترنت درباره یربو و همچین اسامی سرچ کردم و فهمیدم که یربو اسم قبیله‌ای از جن هاست. همون قبیله‌ای که دنبال منن. در ضمن فهمیدم اسم جن بزرگ یا همون پسر رئیس اجنه کیتاموسه. از طرفی خوشحال بودم که به جمع دشمنام کسی اضافه نشده بود و از طرفی نگران بودم که به سرنوشت اون بیچاره که سرش تو ماشین دچار بشم. دوباره رفتم پایین و صندوق عقب رو باز کردم و سر رو برداشتم. خواستم بندازمش تو آشغالی که یهو به یه چیزی آشنا برخوردم. یه ماه گرفتگی خاص. ناخودآگاه چشمام پر از اشک شد. دوباره صورتش رو نگاه کردم. با اینکه سوخته بود ولی مطمئن بودم کیه. اون دانیال بود. همون رفیق فاوم که از دنیا بیشتر دوستش داشتم. همونی که منو گذاشت و به خاطر ترسش رفت. الان اینطور از بین رفته بود. باور نمی کردم کیتاموس به خاطر اطلاعاتی که دانیال به من داد اونو اینطوری بکشه.
خیلی عصبانی شدم و یه فریاد بلند زدم که تا محله کناری رفت. داشتم گریه می کردم و همه فکرم به انتقام گرفتن از کیتاموس لعنتی بود. سر دانیال رو دستمال پیش کردم و گذاشتم صندوق عقب و سوار ماشین شدم و راه افتادم. همونطوری تو جاده داشتم گاز می دادم و دو طرف جاده پر از خرابه ها و ویرانه ها بود که توش معتادا زندگی می کردن. همونطور که می رفتم یهو چشمم به دیواری خورد که همون عکس ماه رو با خون کشیده بود روش. از اونجا به بعد دیواره ها پر از عکس ماه بود. داشتم دیوونه می شدم. می ترسیدم از شب 14. یعنی چی میشه؟ ممکنه از شر یربو خلاص بشم؟ اگه انگشتر رو بدم ولم میکنن؟ اگه ولم نکردن چی؟ اینا سوالاتی بود که تو ذهنم رد و بدل میشد. ناگهان دیدم خرابه ها تموم شدن و به یه محله رسیدم. تا حالا این محله رو ندیده بودم. نه تابلویی، نه پلاکی، نه چیزی. تو خیابوناشم نه ماشینی بود، نه آدمی، نه هیچی. صحنه غم انگیزی بود. یهو دیدم از دور دارم با آدمایی نزدیک میشم که سر ندارن و یه چیزایی دستشونه. نزدیکتر که شدم از وحشت نزدیک بود زهره ترک بشم. آدمای لاغر و نحیفی بودن با لباسهای پاره پوره و بدون سر. تو دستاشون سر بریده آدم بود. سرعتمو کم کردم. تو دستاشون سر آدمایی رو میدیدم که میشناسمشون. اونا فامیلان بودن که همشون مثل دانیال سرشون سوخته بود. دوستام و حتی معلمامم بودن. یهو چند نفر رو دیدم که دارن میان نزدیکم. دقت که کردم دیدم سر خودم و خواهر و مادرم تو دستاشونه. سر خودم و مادرم سوخته بود ولی خواهرم نه. نمیدونم توهم زده بودم یا واقعی بود ولی واقعا ترسناک بودن. سرها انگار با ناله هاشون میخواستن چیزی بهم بگن ولی من نمیفهمیدم. دیگه داشتم به آخر محله میرسیدم که یهو یکی از اون آدما خودشو انداخت رو کاپوت و سعی کرد شیشه جلو رو بشکنه. قلبم وایستاد. قیافش خیلی وحشتناک بود و انگار رو کف دستاش نوشته‌ای رو داغ کرده بودن. خوب نتونستم بخونم ولی انگار نوشته بود تو رو خدا انگشتر رو بهش بده. واقعا از ترس داشتم میمردم. اختیارم دست خودم نبود. با تمام قدرت گاز دادم و حرکت کردم. دیگه چیزی خاصی ندیدم تا اینکه رسیدم به روستا. ماشینم همش خونمال شده بود و باید پاکش میکردم. رفتم در خونه مادرم و در زدم. کسی نیومد. از همسایه پرسیدم کجا رفتن؟ گفت رفتن درمونگاه. مادرم حالش بد بوده و خواهرم اونو برده دکتر. آدرس دکتر رو گرفتم و رفتم درمونگاه. وقتی رسیدم اونجا خواهرم رو دیدم. خیلی خوشحال شدم. انگار 1000 سال ندیدمش. داشت گریه میکرد. سلام سمیرا. سلام داداش. خوبی خواهرم؟ دلم برات تنگ شده بود. قربونت بشم. بیا اینجا تو بغلم. اینجا سمیرا زد زیر گریه و های های گریه کرد. داداش کی میای پیش ما؟ من میترسم. واسه چی خواهرم؟ هیچی، شبا کابوس میبینم. خواب روح میبینم و همش از خواب میپرم. میترسم داداشی. خواهر گلم ناراحت نباش. اومدم اینجا تا ببرمتون شهر، اونجا چند وقتی باشیم. گریه نکن، من پیشتم فدات شم. مامان کو؟ مامان؟ آره سمیرا. مامان حالش بده، چی شده؟ سمیرا همچنان گریه میکرد و حق میزد. آخه اون هنوز 17 سالش بود و خیلی برای این مسائل آماده نبود. سمیرا گریه نکن. میگم مامان چه شده؟ مامان مریض شد. میگن سکته کرده و پاهاش دیگه حس نداره. یعنی فلج شده. آره. و دوباره زد زیر گریه. دنیا رو سرم خراب شد. کیتاموس از یه طرف، مادرم از یه طرف دیگه. پول و خرجی هم از طرف دیگه. دلم میخواست بمیرم. یه پسر 19 ساله بودم ولی تو این مدت پیر شدم واقعا. وقتی مادرم رو ترخیص کردن دیگه نمیتونه حرف بزنه. پاهاشم فلج شده بود. وقتی مادرم رو ترخیص کردن نمیتونه حرف بزنه و پاهاشم فلج شده بود و روی ویلچر بود. وقتی چهره پیر و شکستش رو دیدم اشک تو چشمام جمع شد. دلم به حال خودم سوخت که دیگه از کلمات مادرانش بهم نمیگه. دیگه نمیگه پسرم. نمیگه قربونت برم. دیگه نمیگه دوست دارم.
رفتم بغلش کردم و بوسیدمش. دیدم داره گریه میکنه. دستامو با دستاش چسبیده بود. انگار از اومدنم خوشحال بود. خیلی بیقرار بود. انگار میخواست چیزی بهم بگه ولی نمیتونست. بغلش کردم دوباره. همیشه بوی تن مادرانش آرومم میکرد. الانم مثل همیشه آروم شدم. کلاً قضیه کیتاموس و قبیلش رو یادم رفت. خلاصه اون روز آوردمشون خونه روستا. بعدش خودم رفتم تو زیرزمین و دنبال صندوقچه پدرم گشتم. انباری تاریک بود و چراغ هم نداشت. چراغ قوه گوشیمو روشن کردم و تا جایی که دیده میشد زیرزمین پر از سوسکا و عنکبوت‌های بزرگ بود. سوسکا با نوری که روشون میافتاد سریع به گوشه ها میرفتن تا قایم بشن. عنکبوت‌ها هم تو تاراشون میچرخیدن. واقعاً عنکبوت‌های بزرگی داشت. روستای ما توی شمال بود و به خاطر همین جک و جونور زیاد داشت. با هر سختی بود صندوقچه رو پیدا کردم. یه لایه خاک غلیظ روشو گرفته بود. آوردمش تو حیاط که روشن باشه. درش قفل بود و من نمیتونستم کلیدی براش پیدا کنم. ولی چون قفل قدیمی و زنگ زده بود راحت با یک انبار شکست. درشو باز کردم. توش یک آلبوم داشت پر از عکس‌های بابام با یک کتابچه از خاطراتش. کتابچه رو خوندم. خیلی قدیمی بود و بعضی صفحاتش پاره بود. ولی تو یکی از صفحه‌ها نوشته مهمی بود. نوشته بود تا وقتی تو خونه روستایی باشیم اجنه نمیتونن بهمون صدمه بزنن چون نمیتونن وارد بشن. چون خشتای دیوارای این خونه از معدن سنگ خورشید ساخته شده و اجنه نمیتونن وارد خونه بشن. خیلی خوشحال شدم و خدا رو شکر کردم که اینجا در امانیم. ولی خب تا کی؟ همیشه که نمیشه اینجا موند. یهو یادم اومد که من باید دنبال انگشتر بگردم. دفترچه رو ورق زدم. تو یکی از صفحه‌هاش نوشته بود هر کس که سنگ خورشید رو داشته باشه از اجنه در امان میمونه. در رابطه با پیدا کردن سنگ ماه هم فقط 2 جمله نوشته بود. چیزی رو که میبینی هرگز آخرش نیست. عمیق‌تر ببین. تو کف این جمله بودم که یعنی چی؟ عمیق‌تر ببین. یعنی چی؟ دائما داشتم با خودم فکر میکردم. یهو یاد یه فیلمی افتادم که یارو داشت پولا رو تو ساک جاسازی میکرد. کف ساکو برید و پولا رو زیر پارچه کف ساک گذاشت و پارچه رو دوخت. بعد موقعی که میخواست به طرف مقابل پولا رو بده بهش گفت پولایی که میبینید تو ساک هستن قلابی هن. اگه پولای واقعی رو میخوای عمیق‌تر ببین. یه لحظه یادم افتاد شاید کف صندوقچه واقعاً تهش نبوده. دوباره رفتم سراغ صندوقچه و با یه اره تهش رو بریدم و دیدم بله. یه کیسه پدرم اونجا گذاشته. کیسه رو برداشتم و درش رو باز کردم و بالاخره انگشتر رو دیدم. انگشتر زیبا و قطوری بود با یه نگین زرد طلایی که چشم آدم رو میزد. انگار از خودش نور میداد ولی یه چیز دیگه هم تو کیسه بود. درش آوردم. واقعا نمیدونستم چی بگم. واقعا صحنه زیبایی بود. یه تیکه بزرگی از سنگ خورشید و تو دستام دیدم. اندازه کف دست بود و بسیار زیبا بود. تصمیم جالبی گرفتم. برای کشتن کیتاموس به همچین مقدار قدرتی نیاز داشتم که الان داشتم. سنگا رو برداشتم و رفتم پیش یه تراشکار و بهش گفتم تا قبل از غروب خورشید میام ازت تحویل میگیرم. بهش سفارش دادم 2 تا دستکش برام بسازه و روش کاملا نگینهای سنگ خورشید و کار بذاره و از اونجایی که میدونستم کیتاموس علاقه زیادی به خفه کردن داره یه چیزی مثل قلاده سفارش دادم برام بسازه که روش نگینهای سنگ خورشید و کار کنه. نزدیک غروب که شد رفتم ازش وسایلمو گرفتم. دستکشام خیلی قشنگ شده بود. با اونا میتونستم حسابی جنها رو از بین ببرم. گردن بندم خیلی خوب بود. آوردمش خونه و یه جا پنهان کردم. اون شب تو خونه روستایی امن‌ترین شب زندگیمو گذروندم چون خبری از اجنه یا چیزی پلیدی نبود و وقت کافی داشتم که نقشمو بریزم و آماده فردا شب بشم. درست 8 سال پیش من در همچین لحظه‌ای داشتم خودمو برای رویارویی با لشکری از موجودات خبیث آماده می‌کردم. دستکشامو پوشیدم و قلاده رو هم گردنم انداختم و
روشو با یه لایه باند در حدی که فقط دیده نشه پوشوندن. فقط داشتم به این فکر میکردم که چطور اون کیتاموس لعنتی رو بکشمش. ساعتها همینطور داشت میگذشت و خواهر و مادرم تو بازار بودن و من حواسم به این بود که هر لحظه ممکنه یه اجنه بلایی سرشون بیارن. ساعت 6:30 شده بود و من از استرس و ترس دست و پاهام شل شده بود. ولی این سنگ خورشید بود که بهم انرژی میداد و خیالمو تا حدی راحت کرده بود. همینطور داشتم با خودم تمرین میکردم که یهو صدای در زدن اومد. یکی به شدت در میزد. نفسم تند شده بود و قلبم تند میزد. عرق کرده بودم و رفتم در رو باز کردم. ولی دیدم خواهرمه. تا منو دید یهو قیافش عوض شد. بهم گفت تو که سالمی. گفتم آره مگه قرار بود نباشم. سمیرا گفت الان داشتم با مامان تو بازار میرفتیم که یه خانومی اومد گفت که داداشت تو خونتون افتاده و حالش بده. منم شوکه شدم و بهش گفتم چیکار کنم الان؟ اونم گفت مادرتو بده دست من و تو برو پیش برادرت. من مادرتو اینجا نگه میدارم. منم اومدم جای تو. تا سمیرا اینو گفت انگار رو سرم یه سطل آب خالی کردن. مردم و زنده شدم. بهش گفتم بدو بریم جای مامان. سمیرا منو برد اونجا ولی هیچ اثری از مادرم و اون زنه نبود. فقط ویلچر مادرم اونجا بود و روش یه تیکه مثل کاغذ بود ولی جنسش از کاغذ نبود. مثل پوست بود. پوست انسان یا همچین چیزی. روش چند کلمه نوشته بود. یه عکس ماه کامل بود و یه ساعت. ساعتش هم نوشته بود 11:30 و یه مختصات جغرافیایی. پایینش هم نوشته بود کیتاموس. دلم میخواست سمیرا رو بکشم ولی چیزی بهش نگفتم. فقط بردمش تو خونه روستایی و گفتم از اینجا تکون نخور. اونم ترسیده بود و گفت باشه. روی دستکشام یه دستکش پارچه‌ای نازک پوشیدم که متوجه سنگ خورشید نشن و اون انگشتر رو برداشتم و سوار ماشین شدم و راه افتادم به سمت اون مختصات. ساعت 10 شب شده بود و من هنوز توی راه بودم که یه دفعه تو جاده ماشینم خاموش شد. از هر دو طرف جاده صدای زوزه گرگ می اومد از نزدیک و هوا خیلی سرد بود. رفتم ببینم چه مرگشه ولی هیچی دیده نمیشد اصلاً چون خیلی تاریک بود. چراغ قوه موبایلم رو روشن کردم. موبایلم باتریش ضعیف بود و داشت اخطار میداد لعنتی. بعد از یه نیم ساعتی کنکاش فهمیدم مشکلش از هیچی نیست و فقط بنزین تموم کرده. یه لگد به ماشین زدم و بهش تکیه دادم. خدایا اگه دیر برسم مادرم از بین میره. خدایا خودت کمکم کن. یهو یادم اومد همیشه یه 4 لیتری بنزین صندوق عقب دارم. با خوشحالی رفتم صندوق عقب و باز کردم که یه دفعه سر بریده مادرم رو دیدم که نسوخته بود. ولی ازم کمک میخواست. میگفت پسرم به دادم برس. کمکم کن. یهو از ترس پرت شدم رو زمین و صدای مادرم قطع شد. دوباره با کلی ترس بلند شدم ببینم چیزی که دیدم واقعیه یا نه. وقتی نگاه کردم دیدم چیزی تو ماشین نیست. انگار توهم زده بودم. 4 لیتری رو برداشتم و خالی کردم و دوباره راه افتادم. تو حین رانندگی صدای مادرم دائما تو گوشم بود که ازم کمک می‌خواست و ناله می‌کرد. انگار داشتن عذابش میدادن. دیگه تقریبا رسیده بودم به مکان. بالای یه تپه‌ای بود که حدوداً 70-80 متر ارتفاع داشت. از ماشین پیاده شدم و هوا واقعاً سرد و طاقت فرسا بود و بارون شدیدی هم می اومد. یه قدم زدم، ساعتم رو نگاه کردم. 11:26. دیگه باید سر و کله‌شون پیدا بشه. رفتم لبه تپه و از اون بالا پایین رو نگاه می‌کردم. تاریکی مطلق بود. حتی به اندازه یه شمعم روشن نبود انگار. ولی این بالا بیشتر از همه جا نور ماه میتابید. رومو برگردوندم که برم سمت ماشین تا اونجا بشینم گرم بشم. تا رومو برگردوندم وحشتناکترین صحنه زندگیمو دیدم. یه لشکری از اجنه حدوداً 100 تایی میشدن. همشونم تقریبا مثل هم بودن. صورتا سوخته با چشمون قرمز. موهاشونم سوخته بود و لباس نداشتن. دستاشون 4 تا انگشت داشت با ناخنای بلند وحشتناک. رنگ پوستشون اکثرا خاکستری بود و
پوست خیلی زمختی به نظر می رسید. دندوناشون هم تیز و واقعا برنده بود. راستی آلت تناسلی هم نداشتن و نر و ماده‌شون مشخص نبود. یعنی من نمیدونستم. اکثرشون هم فقط زوزه میکشیدن و شیون و ناله میکردن. یه صدای کلفت دورگه‌ای خیلی خشن. شما فکر کنید اگه به جای من بودین چیکار میکردین؟ یه دفعه کیتاموس رو دیدم که از بینشون در اومد و از گردن مادرم گرفته بود و داشت میکشوندش. بیچاره مادرم فقط ناله میکرد و هیچی نمیتونست بگه. کیتاموس گفت سلام سامیار. گفتم مادرم رو آزاد کن همین الان. جواب داد جواب سلام واجب سامیار. گفتم آزادش کن، مگه انگشتر رو نمیخوای؟ آزادش کن تا بهت بدم. اون گفت آروم باش سامیار، انگشتر رو بده تا مادر تو بهت برگردونم. من انگشتر رو از جیبم در آوردم و به طرفش گرفتم و گفتم خودت بگیرش. اینم بگم اون انگشتر به تنهایی خاصیت نداره و حتما باید تو دست کسی باشه تا قدرتش رو داشته باشه. کیتاموس مادرم رو انداخت رو زمین و اومد انگشتر رو ازم گرفت. یه نگاهی بهش کرد و یه خنده موزی و کریه کرد که هر وقت یادم میاد موهای تنم سیخ میشه. بعدش اون انگشتر رو با نگینش با استفاده از قدرتی که داشت دود کرد و رفت هوا. به خیال خودش دیگه هیچ چیزی زندگیشون رو تهدید نمیکنه. بعدش من بهش گفتم به آرزوت رسیدی؟ حالا مادرم رو بهم بده. گفت مادرتو میخوای؟ میخواستم جواب بدم که دفعه جیغی کشید که مغزم داشت تکون میخورد. افتادم رو زمین. نزدیک بود بیهوش بشم. بهم گفت الان وقت انتقام گرفتنه. انتقام پدرم رو ازتون میگیرم. هیچ کدوم از نسل شما نباید زنده بمونه، چرا که از دشمنای من و یربو حساب میشه. بعد خواست گردنم رو بگیره و خفم کنه، اما من از قبل فکرشو کرده بودم و قلاده درست کرده بودم. تا دست زد به گلوم انگار دست زده بود به آتیش. دستش شروع به سوختن کرد. یه نعره بلندی کشید. انگار به اجنه علامت حمله داده بود. یهو دیدم همشون دارن به سمت من میان. ولی چون من سنگ خورشید رو با خودم داشتم نمیتونستن از قدرتشون استفاده کنن و فقط مثل یه آدم معمولی بودن. در این حین دیدم کیتاموس که قدرتش کم شده بود مادرمو کشون به طرف پشت تپه و داشت میبردش به سمت یه غاری در اون طرف تپه. خلاصه من موندم و حدود 100 تا جن وحشتناک، اما چون قدرت زیادی نداشتن به راحتی از بین میرفتن. همون طوری دستکشامو فرو میکردم تو بدنشون و یکی یکی آتیش میگرفتن و خاکستر میشدن، ولی اونقدر صداشون کلفت و بد ترکیب بود که کاملا کر شده بودم. یادم آخریشون همون سابکارم بود. اونم میتونه حرف بزنه، ولی قیافه واقعیشو دیدم خیلی ترسیدم. به جای پا سم داشت و دندوناشم مثل بقیهشون تیز بود. خون جلو چشماشو گرفته بود و فقط میخواست منو تیکه تیکه کنه، اما من دلم نمیخواست بکشمش چون فکر میکردم دوستش دارم. بهش گفتم ببین من کاری به تو ندارم، به شرط اینکه با من کاری نداشته باشی. اون گفت تو قرار نیست زنده بمونی. از بوی بد دهنش حالت تهوع گرفتم. انگار لاشخور بود که اونقدر بدبو بود. گفتم کی همچین چیزی گفته؟ تو 2 هفته سابکارم بودی و به گردن من حق داری و منم دوستت دارم. لطفاً بیا با هم کیتاموس رو از بین ببریم و تو هم مثل یک انسان میتونی به زندگیت ادامه بدی. درست مثل وقتی که من شاگردت بودم. یهو دیدم قیافش عوض شد و حالت بهتری گرفت و ناراحت شد و قبول کرد. منم خوشحال بودم که تونستم متقاعدش کنم. چه میدونستم که توبه گرگ مرگه. باهاش رفتم سمت غار. اونجا خیلی تاریک و وحشتناک بود و پر از عنکبوت و موش. یکم که جلوتر رفتم غمگین ترین صحنه عمرم رو دیدم. از سقف غار یه پیرزن نحیف رو دار زده بود. الانم که دارم بهتون میگم اشکام داره میریزه.
باورم نمیشد که کیتاموس به یک پیرزن فلج هم رحم نکرد. از شدت عصبانیت فریادی زدم که غار میخواست ریزش کنه. یهو دیدم کیتاموس جلومه. دیگه هیچی حالیم نشد. میخواستم بکشمش. انتقام مادرم و دانیالو و همه بدبختیایی رو که کشیده بودم بگیرم ازش. با تمام وجودم دستکشامو فرو کردم تو بدنش، ولی در یک چشم به هم زدن سابکارم خودشو پیشمرگ کیتاموس کرد. دلم نمیخواست بکشمش، ولی همینطور دستکشام تو بدنش بود و اون داشت نگاه میکرد و آتیش میگرفت و خاکستر شد و از بین رفت. کیتاموس یه خنده بلند سر داد و با دستش منو محکم پرت کرد. خوردم به دیواره غار. اومد جلو، منو چنان زد به دیوار غار که اگه قلاده نداشتم گردنم سوراخ شده بود. قلاده شکست و افتاد روی زمین. دستم به قلاده نمی رسید. به سختی سینه خیز رفتم سمتش که برش دارم. یهو کیتاموس منو بلند کرد و گردنمو گرفت و فشار داد و گفت: مثل اینکه آدمیزاد سرسختی هستی. روحت به درد من میخوره. منو از سطح زمین بلند کرد و یه جیغ خیلی خیلی بلند کشید که احساس کردم روحم داره کشیده میشه سمتش. من تو حالت کما بودم، ولی میفهمیدم روحم داره خارج میشه. پاهام بی روح شد و کاملا سرد و کبود شد. من نمیتونستم تکون بخورم. یه لحظه به مادرم که آویزون بود نگاه کردم. دیدم روح پدرم اومد و اونو بغل کرد و با خودش برد بیرون غار. روحم تا کمر بیرون اومده بود. پدرم که داشت مادرمو میبرد یهو برگشت و یه لبخند آروم بهم زد و فقط یه جمله گفت: نسل ما تسلیم نمیشه. انگار یه روح تازه گرفته بودم. احساس کردم میتونم دستامو تکون بدم. تمام نیرومو جمع کردم. با اینکه زور زیادی نداشتم دستمو فرو کردم تو چشم کیتاموس. یهو منو ول کرد و شروع کرد به نعره کشیدن. یه صدای مهیبی میداد که هر کی میشنید خودشو خیس میکرد. منم افتادم رو زمین و اونم افتاد. من با سختی بلند شدم و رفتم سمتش. یهو منو زد زمین و اومد روم. گلومو دوباره گرفت که خفم کنه. یه دفعه جفت دستامو فرو کردم تو بدنش. اونقدر نگه داشتم که بسوزه. ولی اون همون طوری گلومو فشار میداد و نعره میکشید. دیگه خورشید طلوع کرده بود، اما توی غار نور نمی اومد. داشتم خفی می شدم که دستکشامو در آوردم و دوباره کردم تو چشماش. چنان فرو کردم که نگینای دستکشم توی چشماش موند. با خودم گفتم این اینجوری نمی میره. تا داره ناله میکنه باید یه کاری کنم. یهو یادم اومد اجنه تو نور خورشید آتیش میگیره و از بین میرن. بلند شدم و خودمو بهش چسبوندم و انداختمش زمین. کف غار کم شیب داشت. به خاطر همین قل خوردم سمت دهانه غار. 1 کیلومتری جلوی دهانه غار پرتگاه بود که از اونجا به بعد نور خورشید میتابید. همینطوری قل خوردم و اون داشت دوباره به حالت اول برمیگشت که یهو دیدم لبه پرتگاهیم. اون پایین بود و دستمو گرفته بود. منم بالا بودم و داشتم لیز میخوردم پایین. پرتگاه خطرناکی بود. اگه میافتادم کارم تموم بود. بهش گفتم ولم کن. اون گفت اگر قرار باشه از بین بریم تو هم باید فدا بشی آدمیزاد. من دیگه داشتم ناامید می شدم که یهو چشمم خورد به قلاده که یکم اونورتر بود. قلاده رو با پام کشیدمش طرف خودم و برداشتمش و بهش گفتم دیگه آخر زندگیته. شاید اگه مادرم رو زنده نگه می داشتی الان بالا بودی. برو به درک. و قلاده رو محکم فرو کردم تو دستش. دستش شروع کرد به تاول زدن و سوختن، ولی دستم رو ول نمی کرد. دیدم دست منم داره داغ میشه. قلاده رو دوباره کشیدم بیرون و زدم تو چشماش که یهو دستم رو ول کرد و چشماشو گرفت. در حالی که داشت میافتاد پایین، یه 5-6 متری که افتاد یهو نور خورشید بهش خورد و شروع کرد به سوختن و دود شدن. کاملا پوستش تاول زده بود و داشت خاکستر میشد تا جایی که دیگه خبری از کیتاموس خبیث نبود. من تمام بدنم داشت درد میکرد و دستم هم سوخته بود.
یکم همونجا دراز کشیدم و از حال رفتم. وقتی چشام باز شد دیدم نزدیک غروبه. هوا داشت سرد می شد و من حالم بهتر بود. لنگان لنگان رفتم سمت ماشینم و راه افتادم سمت روستا. رسیدم در خونمون. خواهرم تو خونه خواب بود. بلندش کردم و گفتم آماده شو بریم شهر. بیچاره وحشت زده بود و گفت تو چرا اینطوری سر و وضعت؟ کو مامان؟ آوردیش بالاخره؟ حالش خوبه؟ بذار قرصاشو ببرم بهش بدم. داد زدم سمیرا، مامان دیگه نیست. مامان رفته. بیچاره باورش نمیشد که مادرمون مرده باشه. تا چند روزم دیگه حرف نزد. اون روز رفتم یه دوش گرفتم و دستمو بامپیچی کردم. بعدش با سمیرا رفتم شهر رو. من بعد یه مدت به تحصیلم ادامه دادم و سمیرا هم محصل شد. دیگه خبری از اژنه نشد تو زندگیمون، ولی من هیچ وقت این خاطرات تلخو یادم نمیره. دوستان، اگر از داستان خوشتون اومد، برای نپریدن لایک و سابسکرایب هاتون لطفاً اول کامنت انگلیسی بذارید و نظرتون رو در مورد ویدیو بنویسید و بعد لایک و سابسکرایب کنید. تا داستان بعد، خدا نگهدار.